هلو به اوریبادی، اومدیم دور هم دیگه یه زئوس فر داریم ببینیم چی پیش میاد. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که این لایف استیلر رو میبینی میگیری بند میکنی راحت، زئوس رو پیک میکنی میای تو. از این فستات هم سمت راستی رو میگیری خلاص. این اول کار که حرکت خاصی نمیخواد بکنیم، فقط این کلا رو میندازیم میره لول 1 رو میگیریم و آماده نبرد میشیم. یکی تو بگی بیا. و قبل اینکه نبرد آغاز بشه یکم این ور میکنیم تا بدنمون گرم بشه و آماده بشه. و آیتمایی که میارم معمولا آقانیم شارد، این صورتیه و اون سبزه چی بود، رفرشر و یکی دو تا چیز دیگه. ببین تو قسمت سرچ بعد یه دونه اوک بزنی همچین چیزی میاد همینه بگی دیگه اسمشو میخوای چیکار. و این یه 7-8 دقیقه اول گیم و هی این یاروها رو میزنیم، هر که اومد یه تقه بهش میزنیم تا لول اون بره بالا، شیشمون رو باکن. و من در این صحنه اسپریتو به تنهایی نمودم، ولی خب یارمون همراهی نکرد و جفتشون هم در رفت. یار خیلی مهم. در کل 2-2 خیلی گیم جدیه، اصلا شوخی بردار نیست به هیچ عنوان. از این حوزشه یه دونه گل ورم داریم تا بتونیم که حمله کنیم. وقتی که لول 6 رو وا کردیم باید حواسمون به کل مپ باشه، چون یارامون هم درگیرن و زئوس یه طوریه که میتونه به همه ساپورت کنه. این یارو ببین جونش کمه. خب حالا اگه خیلی حواست بره جای دیگه اینجوری درت میره، ولی اب نه، خیلی سوسکی دوباره برمیگردیم، پایین به کار اضافه میشیم. خیلی بی سر و صدا، خیلی آروم و ریلکس و خسته. یه تق به این میزنی دیگه میزنی همجوری میزنی تا خداحافظ. این گاو زادن خوشش اومده، میاد یه لول رو ما میزنه میندازه اون وسط جونو میکمه ترتیبمونو میده. ولی خب اب نره، به خاطر اینکه ما چی شده در عوضش آقانیممون رو آوردیم. آقانیممون رو بیاریم نیمبوسمون وا میشه، نیمبوسمون باز بشه به کل مپ احاطه داریم، میتونیم کرم بریزیم. این رو این جونش کمه داره در میره، یارمون دنبالش هم 1 2. این پلشتام دوباره ما رو گیر آوردن، ولی این سری دیگه ریدن. این نیمبوس 1 رو این، یه دونه 2 رو اون و یارمون هم نمیدونم رید. درسته مردم ولی جفتشون رو زدم. و با یه برگشت طوفانی شروع میکنیم، یه تقه به این بیخوایی در میره مثل همیشه، تجربی هم نره. ولی تا کجا میگه؟ تا بموند تا و تمام. هوش دقیقه مثلا 10-15 چه میدونم اینا، بعد بیای چیکار کنی؟ بعد بیای فارم کنی، موجودات جنگل رو بزنی اینجا. این لامصب شارژش خرابه، بعد روشن خاموش کنی کار کنه. اینا رو هم که میزنی یه سری چیزی میزد توش میافته، خیلی مهم نیست. من دقت کردم خیلی مهم نیست. همینطوری که داری اینجا فار میکنی حواست به جاهای دیگه هم باید باش. گفته بودم که الان تو این صحنه یه افتخار آفرین میکنیم و تمام. بیا تابه رو دارم میندازن، یه نفر اینجا نیست و بالا رو نگاه میکنی ستایی ریختن یه دونه کیل بگیرن، گشنه های کیل. و زئوس کلا اینطوریه که باید حواست همیشه باشه تا بتونی به یارات کمک کنی یا کیلشونو بدوستی. اگه دستت رسیدی تاورم بزنی بد نیست. که شان اومد زمین بی بولی پرموش وی که دیگر از ماندن در بیز خسته شده بوده، به خط مقدم حمله ور شده و با یک حرکت شجاعانه در دل دشمنه. اما یار وی فرصت را غنیمت شمرده و نهایت بهره را برد. کل هم همینه دیگه، کار خاصی نمیخواد بکنی، میشینی تو بیس دهن همه رو. آره مثل این صحنه اصلا من اینجا نیستم ولی خب هستم. ببین یه تق به این میزنی تق به اون و دق دو و به همین سادگی برنده میدان میشویم با تیم رادیانت به همراه زئوس و جمعی از دوستان. امیدوارم که باحال بوده باشه. همینه دیگه، چیز خاصی نه، کلا همین. 40-26 بای.